عادتهای اتمی. نویسنده جیمز کلیر. مقدمه. داستان من. در آخرین روز سال دوم دبیرستان چوب بیسبال به صورتم برخورد کرد. وقتی همکلاسیم یک تاب کامل را انجام داد، چوب از دستش خارج شد و مستقیم به صورت من برخورد کرد. من از لحظه برخورد هیچ چیزی را به خاطر ندارم. چوب با قدرت بسیار زیادی به صورتم برخورد کرد و بینیم را شکست. این برخورد بافت نرم مغزم را به داخل جمجمه‌ام فرستاد. بلافاصله ورم بزرگی در سرم ایجاد شد و در کسری از ثانیه دماغم شکست. در جمجمه‌ام چندین شکستگی ایجاد شد و 2 حفره در چشمهایم به وجود آمد. وقتی چشمهایم را باز کردم، افرادی را دیدم که به من نگاه می کردند و با عجله برای کمک به سوی من می آمدند. پایین را نگاه کردم و متوجه لکه‌های قرمزی روی لباسهایم شدم. یکی از همکلاسی هایم پیراهنش را درآورد و آن را به من داد و من از آن برای بستن جریان خون دماغ شکستم استفاده کردم. کاملا شوکه و گیج شده بودم و اصلا نمیدانستم تا چه حدی جدی صدمه دیدم. معلم دستش را دور بازوهایم حلقه کرد و ما مسافت زیادی را در سراسر میدان و به سوی مدرسه و دفتر پرستاری رفتیم. افرادی به من کمک می کردند و من را سر پا نگه می داشتند. ما خیلی آرام به سمت دفتر پرستاری می رفتیم و کسی متوجه نبود که هر دقیقه که می گذشت بسیار حیاتی بود. وقتی به دفتر پرستاری رسیدیم سوالاتی را از من پرسیدند. الان چه سالی است؟ جواب دادم 1998. ولی در واقع سال 2002 بود. رئیس جمهور کشور چه کسی است؟ گفتم یل کلینتون، در حالی که رئیس جمهور جورج دبلیو بوش بود. اسم مادرت چیست؟ برای 10 ثانیه فکر کردم و خیلی عادی گفتم پتی. انگار نه انگار که 10 ثانیه طول کشیده بود تا اسم مادرم را به یاد بیاورم. این آخرین سوالی بود که به یاد دارم. بدنم قادر نبود تورم سریع مغزم را تحمل کند و قبل از اینکه آمبولانس برسد بیهوش شدم. چند دقیقه بعد من را از مدرسه بیرون بردند و به بیمارستان انتقال دادند. وضعیت من بسیار بد بود و در انجام عملکردهای اساسی مانند بلعیدن و نفس کشیدن مشکلات زیادی داشتم. اولین تشنجم را تجربه کردم و سپس نفس کشیدنم کاملا متوقف شد. دکترها با عجله اکسیژن من را تأمین کردند و تشخیص دادند که بیمارستان محلی آنجا توانایی کنترل شرایط من را ندارد و تصمیم گرفتن با هلیکوپتر من را به بیمارستان بزرگتری در سینسیناتی منتقل کنند. من را از اتاق اورژانس با برانکارد از پیاده روی پر از دستانداز به سوی سکوی فرود آن طرف خیابان بردند. پرستار دیگری اکسیژن من را تأمین می کرد. مادرم که چند لحظه قبل به بیمارستان رسیده بود، کنار من در هلیکوپتر نشست. او دستم را گرفته بود و من همچنان بیهوش بودم. خودم نمی توانستم نفس بکشم. زمانی که مادرم با من سوار هلیکوپتر شده بود،
پدرم به نزد برادر و خواهرم رفت تا این خبر را به آنها بدهد. او با گریه به خواهرم توضیح داده بود که آن شب نمی توانست در مراسم فارغ التحصیلی مقطع 8 در کنار او باشد. پدرم بعد از اینکه خواهر و برادرم را به دوستان و فامیل سپرد، به سمت سینسیناتی آمد تا نزد من و مادرم باشد. وقتی من و مادرم روی سقف بیمارستان فرود آمدیم، تیمی از تقریباً 20 دکتر و پرستار با عجله به سمت هلیکوپتر آمدند و من را به بخش تروما بردند. در آن زمان تورم مغز من چنان شدید شده بود که من تشنجات پس ضربه را تکرار می کردم. استخوان‌های شکسته من نیاز به درمان داشتند، اما شرایط من برای انجام عمل جراحی مناسب نبود. بعد از یک تشنج دیگر، سومین تشنجم در آن روز من را در یک کمای مصنوعی قرار داد و دستگاه تنفس مصنوعی را به من وصل کردند. والدینم قبلا هم به این بیمارستان آمده بودند. 10 سال قبل و زمانی که خواهرم در 3 سالگی مبتلا به سرطان خون تشخیص داده شده بود. آنها در همین بیمارستان بودند. آن زمان من 5 سال و برادرم تنها 6 ماهه بود. پس از 2 سال و نیم شیمی درمانی، بیرون کشیدن مایع مغزی نخایی و بافت برداری مغز استخوان، خواهر کوچکم در نهایت توانست سالم و خوشحال از بیمارستان مرخص شود. و حالا بعد از 10 سال زندگی عادی، والدینم دوباره و این بار با فرزند دیگرشان به این بیمارستان آمده بودند. من در کما بودم و بیمارستان یک کشیش و یک مددکار اجتماعی را پیش والدینم فرستاد تا آنها را آرام کند و به آنها دلداری بدهد. همان کشیشی که 10 سال قبل و وقتی که متوجه سرطان خواهرم شده بودند، به آنها دلداری داده بود. حالا شب شده بود و من را به وسیله ماشین‌هایی زنده نگه داشته بودند. والدینم با بیتابی روی تشک‌های بیمارستان خوابیده بودند. برای چند لحظه از خستگی چشمهایشان خواب می گرفت و دوباره با نگرانی بیدار می شدند. مادرم بعدها به من گفت این یکی از بدترین شب‌هایی بود که تا به حال داشتم.